آرد تولید میکنه. ببینیم که این فابریکه چند نفر مصروف کار است و روزانه چقدر توانمندی خدمت بکنن، سرمایه گذاری بکنن. این وطن باید ما سهم بگیریم، باید این را آباد بسازیم. اینجا که از تولید میشه، دای دول می بازیش نفری پرکردنی میگیره، برای تولگر میته. این فابریکه از حوال شروع میکنیم، ببینیم که از کجا شروع میشه و در کجا ختم میشه کار آرد ما. خیر و برکت برای مردم ما است، چرا که همه مردم ما از اینجا میاین و کار میکنن. این گدام شما ظرفیت چقدر بوجیار داره که اینجا شما تولید بکنید و اینجا جابجا بکنید؟ درباره ایزی آجی صاحب بگن که چقدر اسب دارین شما و چطور شوقی اسب شدین شما؟ دیگه بعد از 24 ساعت باز ما آرد سر پلید میچینیم، آرد میبینیم که سرد شده باشه. اگر آرد خداوند تاجرای ما شما رو خیر بده، کمت شرکت ها رو جور بکنه و جوانای ما خارج از کشور نره، همینجا بیان در وطن خود کار بکنن و آباد بکنن. و کسایی که اینجا کار میکنه، هر کارگر در خانهشان 5 نفر 6 نفر از این فابریکا نفقه پیدا میکنن و تا بتونن که مهاجر نشون بیان در اینجا. برایشان الحمدلله کار هست، کار پیدا میشه. جریان کار از فابریکه را همیشه شما با تصویر ببینید که کدام فعالیت‌ها را داره و به نام خدا و با عرض سلام خدمت تمام شما بیننده های خوب شبکه صدای افغان. امیدوار هستم هر گوشه از دنیا که هستین جور و صحتمند و سر حال باشین. قسمتی که شما به تصویر میبینین امروز آمدیم ما در یکی از فابریکات تولید آرد. نام خدا از وقتی که امارات اسلامی سر قدرت آمده، تجارای ما همشان آمدن دوباره در افغانستان و سرمایه گذاری کردن که تا که وطن خودشان آباد بکنه. امروز هم آمدیم در یکی از فابریکاتی که آرد تولید میکنه، ببینیم که این فابریکه چند نفر مصروف کار است و روزانه چقدر توانمندی تولید آرد داره. میریم با هم یک جا ببینیم که مسئولین اینجا برای ما شما چی گفتنی ها داره درباره از این فابریکه. تا آخر برنامه ما را ببینید باشید. خب دوستای عزیز، قسمی که میبینین جناب آجی صاحب با خود داریم که خوشبختانه امروز در فابریکه آمدیم و اینا هم تشریف دارن که ببینیم درباره فابریکهشون برای ما شما چی گفتنی ها داره. از زبان خودشان بشنویم. سلام، وقت شما بخیر. تشکر، زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشریف آوری شما را در اینجا در فابریکه ما خیر مقدم میگیم، خوش آمدین. میگم ما در خدمت. سلامت باشین. آجی صاحب میشه که در اول خود یک معرفی بکنین و بگوین که درباره فابریکه‌تون که چقدر وقت میشه که فابریکه‌تون فعالیت داره. قسم عرض کنیم که فابریکه ما به اسم وطن شهبازی فابریکه تولیدی آرد است. تقریبا 11 سال میشه که این فابریکه را ما تأسیس کرده هستیم. در خدمت وطندارا و مردم ملت ما است. آرد تولید میکنیم. در اینجا یک تعداد پرسنل، یک تعداد جوانای ما الحمدلله به طور 10 سال میشه امروز ما در اینجا کار میکنن، از مدیر گرفته و چوکیدار و کارمند و یا همیال و جوالی و صفاکار و یک کارمندای ما کلش افغانی است. یک تعداد انجینرای ما یک 2-3 نفر دیگه شانتی از خارجی پاکستانی است. دیگه ما در خدمت مردم خود هستیم. دیگه همیشه فابریکای تولیدی خیر و برکت برای مردم ما است، چرا که همه مردم ما از اینجا میاین و کار میکنن و یک استفاده و خوب میکنن. معاش و تنخواهی را مثالش میگیرن، میرن امرای زور روزگار خود چه میکنن به خاطر جلوگیری از فرار جوانا از وطن. ما تقریبا 10 سال میشه که این فابریکه را تأسیس کرده هستیم. الحمدلله فعال است. در خدمت وطندارای ما از آرد تولید میکنیم، برای وطندارای ما توزیع میکنیم. دیگه ما غیر از این فابریکه یک 2 فابریکه دیگه هم به نام وطن شهبازی نمبر 1 نمبر 3 در دوره ایرتان داریم. دیگه ما همیشه در خدمت مردم خود هستیم. خدا بکنه که این وطن بالای ما دینش است که باید ما در این وطن باید هر کس قایدری وحس و قدرت و توانایی خود میجه
خدمت بکنن، سرمایه گذاری بکنن. این وطن باید ما سهم بگیریم، باید این را آباد بسازیم. سلامت باشین حاجی صاحب. حاجی صاحب قسمی که دیدین اما گفتنی های خدا برای ما شما درباره فابریکه معلومات شده، سوالات زیاد از دوستان عزیز. میریم در داخل فابریکه همراه با حاجی صاحب، هم فابریکه رو میبینیم و هم ازشان سوالات می داشته باشین. تا آخر برنامه ما رو ببینید باشین. خب دوستان عزیز، قسمی که پیشتر حاجی صاحب برای ما شما گفت، میم داخل ای فابریکه از حوال شروع میکنیم، ببینیم که از کجا شروع میشه و در کجا ختم میشه کار آرد ما. حاجی صاحب ما شما فعلا در کجا قرار داریم و اینا چی هستن؟ ما و شما فعلا در گدام اسکلات یا گدام گندم قرار داریم. دیگه ای شما در تصویر میبینید این گندم است. دیگه از اینجا تخلیه میشه و باز بعد از اون در فابریکه که میره پروسس میشه و جا هم برای شما معلومات میدیم. خب حاجی صاحب برای ما بگین که گندم از کجا میاد؟ گندم وطن خود ما شماست یا ای که از خارج میینه؟ این گندم که است، این گندمایی که است، این گندم قزاقستانی است، گندم خارجی است. خب باز دوجه دیگه سامپل است که گندم وطنی است، اونم برای شما باز نشان میدیم، شما با تصویر بگیرید. باز سلامت باشین. حاجی صاحب فرق گندم خارجی با گندم خود ما شما چی است؟ چی فرق داره؟ گندم خارجی که است یک اندازه کیفیتش خوب است. گندم ما و شما وطنی ما و شما که است کیفیتش کم است. به اصطلاح ما که است این گندمای خارجی که است خب نان میته، شیمش بسیار قوی است. خارجی ها به نام کلوکائین میگه، ما و شما گلوتین میگیم. گندم ما که است چون زراعت ما صحیح مکانیزه نشده، صحیح برای دهقانا برای از طرف زراعت صحیح برایشان تخمای اصلاح شده درست توزیع نشده، بنابراین گندم ما و شما که از کم کیفیت است. به اصطلاح ما مردم گندم وطنی را اگر آرد بکنیم میچکه، نانش میچکه، میفته. گندم خارجی که است گندمای کلاسی یا آیپرو، گندمای قزاقستانی که است اینا بسیار شیمش بالاست، کلوکائینش بالاست، دیگه پایین نمبرش بالاست. دیگه اینا از کیفیتش نسبت به گندم ما کیفیتش خیلی بالا است. حاجی صاحب چی دلیل است که قدر اگر نه نام خدا از ما شما کل چیز ما شما شیمش بالاست؟ از میوه ما گرفته تا قالین تا هر چیز افغانی ما شما خیلی بالاست، اما گندم ما چطور تو کم شیمه است؟ والا شاید دیگه ایرا متخصصین زراعت دیگه باید ایرا تشخیص بکنه، چون یا با باد و با آب و هوای منطقه و ساحه و محیط و اینا تعلق داشته باشه. چون در افغانستان ما و شما بعضی جاها ساحاتی هست و بعضی ولایت‌های ما هست که گندمش بسیار با کیفیت است. خواهن هلمند، فرا گندمایشان با کیفیت است، شمه و همه موادش پره است. ولی چون در سمت شمال ما قندوز، بغلان، تخار، بلخ اینجا که از گندمایشان کیفیتش پایین است. اگر به نانبای بتیم به خانه والا بتیم تنها نانش کم شیمگی میکنه، کم قوتی میکنه، نان نمیده. بنابراین ما گندم خارجی را باید مثالش بیاریم، وارد بکنیم، همراه ازی میکس بکنیم. دیگه ایرا اگر ما بتونیم که مثلا یک کوالتی را برابر بکنیم برای وطندارای خود ایرا عرضه بکنیم. سلامت باشین. حاجی صاحب از این برای ما بگین این بخش گندم بود، مرحله بعدی کدام مرحله است که ما شما بریم بخیر؟ ما شما میریم به بخش گندم، جایی را که گندم ما اعلام میکنیم، با اصطلاح ما خور میکنیم شه دانی بوجی را پارسالار بوجی را اعلام میکنیم که اینجا ولی ایلواتورا باز بالا میکنه در ماشینری بعد میره در بخش پاککاری و صفاکاری و در اونجا در ماشینری ای پاک میشه، صفا میشه، پس میره در ذخیره انداخته میشه، از جا پس کشیده میشه، پس شستشوی میشه. بعد از این 7 ساعت 8 ساعت باز هم دمو ذخایر خود دمو خنبه‌هایش دم داده میشه. بعد از اون باز این آماده تولید میشه. دوستان از میریم مرحله بعدی از این فابریکه را میبینیم. خب دوستان از قسمت که پیشتر ما رفتیم در فابریکه یک سر صدا بود که صدای خود ما دوباره نمیشنیدیم که چی بانه که ما از کسایی که اینجا مسئول است مصاحبه بگیریم. جریان کار از فابریکه را همیشه شما با تصویر ببینید که کدام فعالیت‌ها را داره و در بخش آمدیم که اینجا بخش پروسس و بسته‌بندی و پرکاری است.
از سرکارگر از این فابریکه پرسان میکنیم که کدام بخش است و چقدر اینجا ظرفیت پر کردن دارن در روزانه. سلام، خوب است؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ خیرتیست. اینجا که از تولید میشه، می دای دول می بازیجا نفری پرکردنی میگیره، برای تولگار میته، بازیجا تول میشه، اینجا بسته‌بندی میشه، میره در گودام. از اینجا باز در روز ساعتی 200 بوجی 250 بوجی ما در هر ساعت تولید داریم. باز از اینجا میره در گودام. خب پیشتر قسمی که ما شما رفتیم از مرحله اول دیدار کردیم تا مرحله آخر رسیدیم. اینا ما شما سر صدا بود، گپ زدن نمیتونستیم. کدام مرحله بود که ما شما پشت سر گذاشتیم؟ میشه که حالا بگیم که صدایتون صحیحه. مرحله های زیادی خب مانده، اونجا که بود سر صدا بود، در منزلا فهمیده نمیشد. ما بعضی ماشینای ما که سنگ جدا میکنه، ما نه در تصویر کشیدن ندانستیم، جودر جدا میشه، این چیزایش مانده. او در تصویر کشیدنش به خاطر اینکه سر صدای زیادی بود داخل منزلا نمیشد که او را تصویر بگیریم. خب چندین مرحله را ما شما سپری میکنیم که تا اینجا میرسه. این اگر عمومی بگین چقدر مرحله را؟ این بسیار مرحله زیادی را پروسس میکنیم که میره در منزل 5 پس میره، در منزل اول پس میره بالا، در منزل 5 چند دفعه ماشینری میشه، بعد دوباره میاد در تولید. این بسیار مرحله پشتر میمونه که بعد میاد در تولید. سلامت باشین. خب از کسایی که اینجا کار میکنن، مصروف کار است، ببینیم که اینا چطور است کارشان. سلام، وقت شما بخیر. خوب هستین؟ بخیر. سلامت باشین. کمی با جرأت بلندتر گپ بزن که صدای کسایی که میبینین خودت بشنوه. خوب است. نامتان چی است؟ نام گلبدین. گلبدین. خودت کدام بخش مسئولیت داری؟ بخش پرکردن. بخش پرکردن. خب چقدر وقت میشه که اینجا کار میکنی و چقدر از کارت خوش هستی؟ تقریبا 5 سال شد اینجا کار میکنم، کار رو دارم. خب اینجا که خودت کار میکنی و کسای مثل خودت وری جوانا از وطن میره خارج از کشور، گفتنی تان بر از اونا چی است؟ چی گفتنی دارن که وطن خود اعلام میکنن میرن در کشورهای خارج، اونجا وطن از اونا رو جور میکنن؟ میشه گفتنی همیشه افغانستان یک کاروبار باشه، خارج لازم نیست. همین کاروبار وطن خود باشه بهتر است. سلامت باشی. خاصت از تاجرات چی است؟ چی میخوای که همت فابریکا رو جور بکنه و کسایی که بیکار است میرن خارج از کشور همت فابریکا رو براتون جور بکنه؟ خاص با تاجرات شرکت جور کنه، مثلا هر فامیل یک بخش کارگر داشته باشه، 50 نفر 50 فامیل نان میخوره. خودت در فامیل چند نفر هستی؟ فعلا فامیل 4 نفر. 4 نفر. نفقه 4 نفر خودت دیگه از همینجا پیدا میگیری؟ بله. سلامت باشی. خب بریم بخش بعدی ببینیم که این دوست دیگه ما فکر کنم که مسئولیت طول دارن. تو کدام وقت شده ببینیم که پیشان زیاد کم شده یا نه که ترازیشان برابر است. سلام، خوب هستین؟ خوب هستین؟ بخیر. سلامت باشین. اسمتون چی است؟ اسم من محمد یوسف جان. استر بک ما سعی کنیم دوستا ببینه با ثبوت که خودت طول میکنی اینجا 49 کیلو است. این چه قسم آرد است که 49 کیلو است؟ این آرد وطنی است. 49 آرد وطنی است 49 کیلو. اتر کدام وقت شده که زیاد کار فشار آمده باشه، زیاد هم شده باشه، علاج کرده باشه کم؟ نه دیگه رقم نیست. از پیش دیگه تحت نمیه. خب چقدر وقت میشه که دی فابریکه خودت مصروف کار است؟ فابریکه یک 2 ماه میشه که پیش از این چی کار میکنی؟ پیش از بیکار دیگه. خب خداوند تاجرای ما شما رو خیر بده که همت شرکت ها رو جور بکنه و جوانای ما خارج از کشور نره، همیشه بیان در وطن خود کار بکنن و آباد بکنن. خواست خودت چی است از تاجرا و از امارات اسلامی که در سر قدرت چشته حال فعلا حکومت کرده است؟ خواستتان از اینا چی است؟ فعلا از این همین است که یک فابریکه جور بکنه و مردم سر کار شو. چیزا در آینده خودت اگر هم تو شرکت ها باشه کار باشه خارج کنه میری کنم؟ همینجا هستی؟ همینجا هست. سلامت باش. بخیر باش. خب دوستان، گفتنی های کسایی که اینجا کار میکنن و خیلی خوش هستن که از تاجرای خود که همت فابریکا را جور بکنن و خدمت بکنن برای وطن خود. و کسایی که اینجا کار میکنن هر کارگر در خانهشان 5 نفر 6 نفر از این فابریکا نفقه پیدا میکنن و تا بتونن که خرج روزگار خود پیش ببرن. خب این مرحله پروسس بود. کدام مرحله دیگه مونده که ما شما تا حال ندیدیم؟ مرحله که تولید میشه برای گودام میره، مرحله شما ندیدین، مرحله میبینیم بعد خلاص میشه. سلامت باشین. خب دوستان میریم گودام هم میبینیم که چقدر ظرفیت داره گودام از اینا.
خب دوستان عزیز آمدیم در بخش آخر مرحله که آرد برای ما شما تولید میشه و بخش گدام است. قسمی که شما میبینید پیش ما یک کسی هست که اینجا مسئولیت همی تمام گدام را داشت دارن. ببینیم از زبان خودشان میشنیم که کدام مسئولیت ها را در این شرکت دارن. سلام، وقت شما بخیر. سلام علیکم، وقت شما بخیر. اسم احسان الله است، مسئول گدام وطن شهبازی 2، فابریکه وطن شهبازی 2. سلامت باشین. خب یک مسئولیت خوب گرفتن دیگه، کل چیز آماده می باشه پیش شما قرار. بله. این گدام شما ظرفیت چقدر بوجیار داره که اینجا شما تولید بکنید و اینجا جابجایی بکنید؟ ظرفیت 3000 تن مال داره. 3000 تن آرد دیگه داره. آرد، بله. خب در اینجا که فعلا ما شما قرار داریم در گدام شما، تو امکانات داره که مثال اگر آرد شما دیر بانه خراب نشه تا هواکش کدام چیزایی؟ بله، ما سیستم هواکش هم داریم دیگه. پاکایی که میبینیم پاک هم داریم، سیستم هواکش است دیگه. سیستم های ایمنی دیگه است که یعنی نمیمونه که آرد خراب شوه دیگه. بعد از 24 ساعت باز ما آرد سر پلیت میچینیم، آرد میبینیم که سرد شده باشه. اگر آرد که وقت گرم باشه، وقت رو سر پلیت بشینی یا اگر بارگیری کنی و سخت میشه. خب اگر چه قسم یک جای باشه که آرد اگر ما شما بانیم وارد خراب میشه و وارد قابل استفاده نمیباشه، چه قسم یک جای باشه که یعنی نمانیم مورد؟ جایی که حفظ الصحه برابر نباشه، یعنی پاک نباشه، بوجی، یعنی باید اینجا مثال ما چیزایی داریم که مثال نمیمونه که حشرات و چیزا برای از نزدیک شه. مثال همو صندوقایی که هست نمیمونه که موش و چیزا دور سرایت کنه، یعنی آرد فاسد کنه. سلامت باشن. بخیر. خب دوستان عزیز، این بود بخش آخر این فابریکه که بخش گدام می باشه. تقدیم شما شد. میریم در آخر پیام آجی صاحب میشنویم که کسی که مسئولیت فابریکه را و رئیس فابریکه است. تا آخر برنامه ما را ببینید. خب دوستان عزیز، قسمی که شما برنامه را مکمل دیدین از سر شروع کردیم و حال آمدیم در بخش آخر برنامه که در آخر پیام آجی صاحب میشنویم. ببینیم که برای ما شما چی پیام داره و چی گفتنیایی در آخر داره. آجی صاحب برای ما ازی بگوین که چطور است در وقتها، از وقتی که امارات اسلامی سر قدرت است، کاروبارتان چطور است و چطور که مثل دیگه تاجرها و شما افغانستان اعلام کرده خارج نرفتن؟ تشکر. به جواب سوال شما، الحمدلله امنیت یکی از نعمت‌های پروردگار است. آمدن امارات اسلامی الحمدلله چون بر یک سرمایه گذار، بر یک تاجر بهترین چیز امنیت است. بهترین شرایط امنیتی است. الحمدلله تا امارات اسلامی افغانستان آمدگی است. الحمدلله امنیتی ما خوب است. مال، اولاد، خود ما الحمدلله در سایه امنیت زندگی میکنیم. ما از امنیتی که توسط امارات اسلامی افغانستان برای تاجرها، برای تمام ملت افغانستان ایجاد شده است، ما قلباً از حکومت خود از امارات اسلامی افغانستان در این نگاه متشکر است. سلامت باشین. آجی صاحب در آینده چی پلان دارین؟ آل خدا خدا چندین فابریکه آرد دارین شما، اگر هم تو امنیت باشه دیگه هم در آینده پلان دارین که عزیز یافتر سرمایه گذاری بکنین در افغانستان؟ الحمدلله پیشتر هم گفتیم که امنیت بزرگترین نعمت پروردگار است. وقتی که امنیت باشه ما هر چیزی را که از وطن پیدا کنیم پس بری وطن مصرف میکنیم. آبادی از وطن، سرسبزی و وطن، شکوفایی از وطن مسئولیت ایمانی و وجدانی ما است. ما الحمدلله یک فابریکه که برای فعلا ما و شما در اینجا هستیم و فابریکه در موقعیت دشت شادیان، پارک‌های صنعتی دشت شادیان موقعیت داره. یک دو فابریکه دیگه هم در دوره ایرتان داریم. یکیش عملاً مثل همین فابریکه وری فعال است و یکی دیگه هم زیر کار است. الحمدلله شاید به قریب وقت به یک ماه یا 2 ماه بعد و هم فعال شود. دیگه پروگرام داریم که دیگه فابریکه ها هم اگر واسه قدرت و توانایی اقتصادی ما بکشه ان شاء الله ما همیشه در وطن وفادار هستیم، وفادار میمانیم و در خدمت مردم خود، در خدمت وطن خود هستیم. هر چیزی که داریم از وطن ماست، از ملک ماست. حب الوطن من الایمان. ما در وطن بسیار زیاف خون داده هستیم. این وطن از جان خود کرده، از همه چیز خود کرده زیاف دوست داریم. میخواهیم که وطن مثل کشورهای ممالک‌های همسایه
بقیه ممالک اما تو بخوایم یک مملکت صنعتی، یک مملکت زراعتی، یک مملکت خودکفا که با اقتصاد خود با پایه‌های اقتصادی خود استوار باشه، ان ما سهم بگیریم که وطن به خیر آباد بسازیم، وطن درخشان بسازیم. همه چیز در این وطن ما الحمدلله موجود است. ذخایر، معادن سرشار داریم، همه چیز داریم، آب داریم، زمین داریم. ان فقط به حمایه حکومت ما امارت اسلامی افغانستان بستگی داره. هر قدر که ما را حمایه بکنه ان ما همون قدر دیگه تاجرایی که در بیرون از کشور هستن اونها رفتگی هستن، اونها را هم تشویق میکنیم که بیاین و ببینن و مثالش بعدا اونها هم ان تشویق میشن، میان اونها هم سرمایه گذاری را به جز یک بیرون بکنن. وفا نداره دیگه، سر درخت سر زمین مردم میگه درخت نشان که صدای تبر میه دیگه. بیایم در وطن خود هر چیزی که هست الحمدلله امنیت خو هست دیگه حکومت همکار و پشتیبانی ما هست دیگه. ما همیشه در خدمت مردم و وطن خود است. سلامت باشین حاجی صاحب. قسمی که ما از دوستایتان شنیدیم و کسایی که خودتان میشناسه زیافتر شوقی اسب هم هستن. شما فکر کنم که شما چند دانه اسب هم دارین. بخیر یگان روز همراه حاجی صاحب سر اسبایش هم یک برنامه میگیریم، میبینیم که اسبای چه قسم اسبا رو آوردن، نگهداری میکنن و پلانشان چطور است در بزکشی که بخیر چند وقت بعد شروع میشه. درباره از حاجی صاحب بگن که چقدر اسب دارین شما و چطور شوقی اسب شدن شما؟ جناب محترم، به خاطر از که ما و شما همیشه کاروبار میکنیم، چون ورزش باعث سلامتی انسان است. ورزش ما یک اندازه علاقمند ورزش هستیم، هر رشته‌ای که باشه دیگه. ما اما شوقی را که داریم اسب است دیگه. ما یک 7-8 دانه اسب بزکشی داریم دیگه. در پهلوی همین کاروبار یک شوق خود هم میکنیم و دیگه یک لبخند و یک خوشحالی را برای مردم و برای ورزش دوستای افغانستان بتونیم که در او عرصه هم یک کمری سهم بگیریم. یک کوچکترین سهم یک 7-8 دانه اسب بزکشی داریم الحمدلله دیگه. میتونین باز از هم دیدن بکنین. اسپار از قرقیزستان هم آورده گسیم، تاجیکستان هم آورده گسیم دیگه. اسپایی هست ان شاء الله پسند چپاندازا و ورزش دوستا ان شاء الله مورد پسند از اونها هم هستن دیگه. با ورزش بزکشی خودم علاقمند هستم دیگه. همیشه شرکت میکنیم در وقتی بزکشی دیگه. همراه همی اسبا و همراه همی دوستا دیگه میخواهیم که یک اندازه برای ورزش و برای بزکشی و برای چیزایی را که مردم ما برای ورزش و برای فوتبال است یا والیبال است یا دیگه ورزش ها هست، همین مردم ما علاقمند کرکت است، ما هم علاقمند همین ورزش بزکشی هستیم دیگه. چند دانه اسب داریم در خدمتتان است، ببینین برای دوستا و اندیوالا دیگه. از ما نیست، از خود شما و از خود این مردم ماست. سلامت باشین حاجی صاحب. بخیر باز یگان روز میایم اسبایتان هم به تصویر میکشیم، ببینیم که حاجی صاحب چه قسم اسبا داره و از کجا آورده. اگر اونا رو بریم ببینیم خیلی برنامه زیاد میشه. ایرا وعده میکنیم امرای حاجی صاحب بخیر یک روز میایم نزدیک اسبا رو میبینیم، چوب اندازایشان رو میبینیم و میبینیم که در آینده حاجی صاحب برای ما شما چطور یک تیم جور میکنه. تشکر، زنده باشی. چون ورزش بزکشی خصوصا در صفحات شمال ما تاریخ بسیار پیشینه داره. از دیر سالایی هست که بابا و نیاکان ما به این ورزش علاقمند بودن. یک ورزشی هست خیلی علاقمند در صفحات شمال داره. خودتان میبینین لیکا از طرف امارت اسلامی افغانستان. هر چیز پیشتر هم گفتیم که وقتی که امنیت باشه هر چیز انسان کده میتونه سرمایه گذاری کده میتونه دیگه. ورزش یا اسب نگهداری یا فرمای دیگه برای مردم ما دیگه. این امنیت الحمدلله است. قبلا خو امنیت نبود دیگه. اگر موضوع ورزش بود همه در وقت تفنگدارا زورگوی و دیگه کسایی بودن که در وقت ما کسایی که علاقمند ورزش بودن، کسایی که بی‌طرف ملکی بودن نمیتونستن این کارا کنن. الحمدلله امارت اسلامی در هر بخش ما را حمایت میکنه، در بخش تجارت، در بخش صنعت، در بخش امنیت، در بخش ورزش. هم از برکت حکومت اسلامی است که ما میتونیم که در پهلوی دیگه کاروبار خود ورزش هم بکنیم، بزکشی هم بکنیم دیگه. برای دوستا و اندیوالایی که مثلا داریم هم میخواهیم که در لیکای بزکشی شرکت بکنیم، چون عالی ورزش بزکشی ما بسیار یک ورزش ملی شدگی است. بازم با قوانین و مقررات بین المللی برای فعلا پابند هستند. داورای
خوب داریم. دیگه کمیته المپیک ما ریاست ورزش های محلی و بسکشی بسیار زیاد فعال است، خصوصا جناب الحاج خرم سرور جلال در این عرصه بسیار خدمت ها کرده که میتونیم که ما در آینده های مثلا نزدیک ان شاء الله یا در مسابقات بیرون مرزی هم شرکت بکنیم. دیگه پروگرام ها و برنامه هم هست از طرف ریاست فدراسیون. ان شاء الله ما در خدمت هستیم و ورزش مردم ما ورزش دوست است. هر ورزشی که باشه، اگر بسکشی باشه، کرکت باشه، والیبال باشه، فوتبال باشه، هر چیزی باشه، ان شاء الله ما سیالای ما دیگه کشورها ببینن که افغانستان اگر در سیاست و در امنیت برای فعلا الحمدلله قدم گذاشتن و رو به پیشرفت است. ان شاء الله با ورزش هم از کرکت ما رو میبینن الحمدلله در جام جهانی دستاورد پیش رفت، الحمدلله مقام سوم یا چهارم گرفت. این هم خیلی یک افتخار بزرگ برای مردم و ملت ما هم است. دیگه ما قلبا خوش شدیم ما یک روزی را شاهد ازی باشیم که الحمدلله باز تیم بسکشی ما هم بتونه که در مسابقات بیرون مرزی ان شاء الله مدال آوری طلا باشه برای افغانستان. باز هم افتخار برمیگرده برای مردم ورزش دوست و برای مردم کسایی که اصل نگهداری میکنن، کسایی که تیم میسازن، سرمایه گذاری میکنن، لبخند برای وطندارای ما میارن. و خصوصا تشکرم از شما ژورنالیست ها و از شما جوانای فعالی که همیشه واقعیت های از جامعه را به تصویر میکشانین و برای مردم همیشه در خدمت مردم هستین و میایین احوال میگیرین و ایره برای مردم ما، برای وطندارای ما که بیرون از مرزها هستن، بیرون در خارج هستن، برایشان ایره به تصویر میکشانین که همین باشه که یک روپا هم داریم بیایم به وطن خود مصرف بکنیم، خانه را بسازیم در وطن خود بسازیم، سرمایه را به وطن خود بیاریم. دیگه فقرا و مساکین مردم و ملت ما دیگه از فقر و بیچارگی مهاجر نشون، بیان در اینجا برایشان الحمدلله کار هست، کار پیدا میشه. دیگه تشکری از شما هم بازم میکنم، از شما و جوانای فعالی که در عرصه رسانه همیشه کوشش‌های فراوان کرده گسین و در شرایط سخت و در شرایط پیچیده همیشه با می گشنگی و گرسنگی تحمل کرده گسین، خارج انتخاب نکردیم در داخل افغانستان. همیشه از زمین آب و هوا و از زمین زندگی و از زمین سرمایه گرم و سرد افغانستان شما عکس میگیرین و فیلم برداری میکنین و دیگه برنامه میگیرین برای مردم و برای جهانیان میرسانین که برای مردم وطندارای ما در بیرون از مرزها است. دیگه که یعنی وطنی ما الحمدلله رو به پیشرفت و به ترقی است. بین سهم بگیرین به وطن. سلامت باشین، زنده باشین. آجی صاحب قسمه که گفتنی آجی صاحب شنیدین، آجی از نیست که ما دیگه پیام آجی صاحب بشنویم. چیزی که پیام بود برای ما شما گفت آجی صاحب هم ورزش دوست است و هم یک تجاری است که واقعا تجار دلسوز است. کسایی که اینجا کار میکنه هر نفر نفقه چندین نفر دیگر از این فابریکا پیدا میکنه تا روزی حلال برای خانه‌شان و برای خانوادهشان شود. خب دوستان عزیز، آمدیم در آخر برنامه. این بود برنامه امروز ما که از یکی از فابریکات تولید آرد تقدیم شما شد. خدا کنم که مورد قبول شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی که در خدمت شما قرار میگیرم، همه شما رو به خداوند یکتا و مهربان میسپارم. همیشه موفق باشین. شب و روزتان خوش. خدا نگهدار.